این خوراکی آش بریده طعامی قدیمی است. ما این را از خوردی استعمال می نماییم. اولین استادی که طرز این تیار کردن خوراک را به من نشان داده است مادرم می باشد و تا حال حاضر با به فرزندان خودم نشان داده ایستاده ایم. سلام علیکم، من سلیه و سفرما از شهر نورک هستم. کارمندی شعبه معارف می باشم. امروز می خواهم برای شما یک طعامی ملی قدیمی تاجیکی که نامش آش بریده می باشد به شما طرز تیار کردنش را نشان دهم. برای آش بریده را اول تیار کردن با ما در کار می شود. اول زوالا گرفتن، آب در کار می شود. برای زوالا اول ما نمک را می اندازیم. اگر زوالا شورتاق نیاید در وقت بریدن ریختنش ممکن. یک دانه تخم دیگر علاوه می کنیم. بعد آهسته آهسته به آن آرد علاوه می کنیم. خمیر ما باید سخت باشد. اگر خمیرمان سخت نیاید ممکن که زوالمون در وقت تنوک کردن چسبد. برای همین ما زوالا رو سخت میشوریم. اکنون زوالای ما تیار شد. این رو به 3 قسم تقسیم میکنیم. 3 زوالا میشه. وقتی که به 3 زوالا تقسیم کردیم 10 دقیقه برای میمونه میسته. کمتر دم میخوره. بعدی که 10 دقیقه ایستاد اما زوالامون گرفته با همین طرز تنوک میکنیم. کمتر آرد میپاشیم. این خیلی تنوکش میکنیم. با همین خیلی 10 دقیقه دیگه با محکم کرده میمونیم. انا شروع میکنیم. بعد برای علافه که در درون دیگ میندازیم تازه میکنیم. اینا پودینه میگن. چقدر گیاهی حکیم است. هم در آش چقدر خوشخور است. بوی خوش دارد. ریحان هم بوی ناز دارد. برگ زلف وقتی که در طعام میندازین بعد خوردن اوقات خوردگی رو هضم میکنن. برگ لبلبو آدمایی که کم خونن برای چقدر فایده ناک است. گیاهی و کراب اینو هم به همه شما معلوم است. علافه که در درون آش میاندازیم نه خورد نه کلان کنیم. میانه ریزه میکنیم. نه که ما اینجا بود گشنه چمای در ریزه میکنیم. به ما در کار میشه با پیاز. یک زنجبیل هم ریزه میکنیم برای خوش‌طعم شدنش. کمتر نمک علاوهش میکنیم. بعد نمک قطع میکنیم. این برای اونه که همه بوی مزه گشنیج میبره در وقتی نگول کردن چقدر با مزه میشه. این خوراکی آش بریده طعامی قدیمی است. ما این را از خوردی استعمال می نماییم. اولین استادی که طرز این تیار کردن خوراک را به من نشان داده است مادرم می باشد. ما این خوراک را همه را از مادرم آموخته ایم و تا حال حاضر با به فرزندان خودم نشان داده ایستاده ایم. اکنون ما سر میکنیم برای تنوک کردن زوالا هامون. جمع میکنیم زوالمون. شروع میکنیم با بریدنی. تو بالا سرال کمتر کلانتر میبریم.
آزاد گرفته بعد دسته میزنیم. تا باریکش نشم خود دسته میزنیم. یک زولای ما تیار شد. وقتی که لوبیا را انداختیم با کانتر با میکوبیم در داخلیم با علفا رو میندازیم. نکو وقتی که آب جوشید انا زولای گرفتگی رو میبریم و میاندازیم. خیلی تیار کشید بعد میبرداریم. آش ما تیار.